میرویس نجرابی چرا با اسنا عنایت کنسرت دوگانه اجرا می کند؟ میرویس نجرابی چی طور با استرالیا رفت و اسادت غزال عنایت و اجرای کنسرت هنری اسنا عنایت و میرویس نجرابی در شهر سیدنی استرالیا. میرویس نجرابی از این کنسرت چی مقدار پول خواهد گرفت؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. میرویس نجرابی یک تن از هنرمندان محلی خوان و ناماشنای افغانستان است. میرویس در یک خانواده هنری دیده به جهان گشوده. پدر وی مزاری نجرابی یک تن از هنرمندان موفق، سرشناس و ناماشنای افغانستان است. میرویس نجرابی نه تنها هنرمند خانواده‌اش است، بلکه برادر دیگرش زیا نجرابی هم از جمله هنرمندان خوب کشور است. میرویس نجرابی ماه گذشته توانست به کشور استرالیا سفر کند و در استرالیا هم خواسته کارهای هنری انجام دهد و جدیداً کنسرت هنری میرویس نجرابی با اسنا عنایت قرار است در ماه آینده در شهر سیدنی استرالیا برگزار شود. این همه در حالی است که اسنا عنایت خواهر غزال عنایت از جمله هنرمندان جوان و تازه کار کشور است، ولی از شهرت هنری خوبی برخوردار نیست. وی در کشور استرالیا زندگی می کند و قرار است در کشور استرالیا سند ماستری خود را در رشته اقتصاد به دست آورد. اسنا عنایت برگزاری کنسرت را با میرویس نجرابی پذیرفته است و قرار است 70% سهم این کنسرت برای میرویس نجرابی و 30% سهم این کنسرت برای اسنا عنایت داده شود. این همه در حالی است که دو خواهر اسنا عنایت و غزال عنایت در صفحات مجازی میان همدیگر گفت و شنود انجام دادند و اسادت غزال عنایت با اسنا عنایت، ولی تاکنون اسادت و بخیلی این دو هنرمند معلوم نیست. ولی به هر صورت ما آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.